آدم‌ها سه دسته هستند: آدم‌های بزرگ، آدم‌های متوسط و آدم‌های کوچک. آدم‌های بزرگ درباره ایده‌های مهم سخن می‌گویند. آدم‌های متوسط درباره چیزهای غیر مهم سخن می‌گویند. آدم‌های کوچک پشت سر دیگران سخن می‌گویند. آدم‌های بزرگ درد دیگران را دارند. آدم‌های متوسط درد خودشان را دارند. آدم‌های کوچک بی دردند. آدم‌های بزرگ ارزش و عظمت دیگران را می‌بینند. آدم‌های متوسط به عظمت خود فکر می‌کنند و آدم‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند. آدم‌های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند. آدم‌های متوسط به دنبال کسب دانش هستند و آدم‌های کوچک میپندارند پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند. آدم‌های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند. آدم‌های متوسط به دنبال حل مسئله هستند و آدم‌های کوچک اصلا مسئله ندارند. آدم‌های بزرگ اغلب سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهند. آدم‌های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهند و آدم‌های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می‌گیرند. انسان‌های بزرگ قیافه‌ای بزرگ ندارند. انسان‌های بزرگ روحی بزرگ دارند. بزرگ باشید و بزرگ بیاندیشید.